در یک جای راحت صاف بنشینید. اگر روی صندلی می نشینید حتما کف پاهایتان با زمین در تماس باشد. می توانید روی یک کوسن بنشینید. دستها را روی زانوها قرار دهید. به آرامی نفس بکشید. آرام چشمانتان را ببندید. چشمت را ببند و نفسی عمیق بکش. یک نفس عمیق و بازدم. یک نفس عمیق دیگه و بازدم. یک نفس عمیق و بازدم. امکان دارد فکر و ذهن شما منسجم نباشد و گاهی سرگردان به این طرف و آن طرف برود. اصلاً نگران نباشید. فقط تمرکز و توجهتان را به تنفس‌هایتان معطوف کنید. حالا که آماده شدید، یک نفس عمیق بکشید و بازدم. مراقبه چوکوری را آغاز می‌کنیم. یک نفس عمیق و بازدم. به حسی که در تمام بدنتان در حال انتقال است توجه کنید. میل و آرزوی خود را اظهار کنید. وجود خود را در آن آرزو تجسم، احساس، درک و یا تصور کنید تا جایی که می توانید جزئیات آن را واضح و عملاً تجسم کنید. در تصور خود کره زمین را پشت آن آرزو قرار دهید. در عین حال شما نیز با همه وضوح و جزئیات روی زمین می باشید. یک شبکه طلایی مارپیچ یا مورب شبیه رنگین کمان را بالای این تصور مجسم کنید که از آسمان در حال رسیدن به زمین است. در تصویر ذهنی خود آستانه‌ای را ترسیم کنید که نشان دهنده چوکوری روی کل این تصویر باشد.
تا جایی که می توانید این تصویر را حفظ کنید. حال آن را آزاد بگذارید. روند این هدف را کنترل نکنید و بگذارید آزادانه به نتیجه برسد. آن را به توجه خدایی واگذار کنید. به چیزی که می خواهید دقت کنید. شاید به مراد خود برسید. به حسی که الان در تمام بدنتان هست توجه کنید. یک نفس عمیق بکشید و بازدم. یک نفس عمیق و بازدم. یک نفس عمیق و بازدم. آرام آرام چشمانتان را باز کنید. شما به جهان لبخند میزنید. این مراقبه از کتاب 28 کارت کهن الگوی ریکی به دوستداران ریکی تقدیم می شود. برکت روزافزون جاری در تمام زندگی شما. شاد باشید.